آقا جان اگر من فقط اینجوری باشم شما میتونید بگید تو بی‌تقوا هستی، تو اخلاص نداری، تو همت نداری، تو تنبلی. اگر 100 نفر باشه اینو حرفو بگید. ولی وقتی میبینید که یک فرهنگ عمومی شده بین ما طلبه ها که میایم تو قم دیگه نمیتونیم از قم دل بکنیم و جالبترش اینه که هممون هم اقرار داریم تو قم هم چیز زیادی گیرمون نمیاد، همه شاکی هستیم، از کتاب شاکی هستیم، از استاد شاکی هستیم، از همه چی شاکی هستیم. این نشون میده که مسئله دیگه شخصی نیست، این یک پدیده اجتماعیه. من اعتقادم رو دارم میگم، اعتقاد بنده این هست که نظام آموزشی غلطاً در غلط حوزه هست که باعث شده که طلبه اینجور زمینگیر بشن. طلبه از روزی که وارد حوزه میشه در چه نظام آموزشی سیر میکنه، چی بهش شب و روز القا میشه. همه ما در یک نظام آموزشی که ساخته و پرداخته شده برای اجتهاد قرار میگیم. غیر از اینه همه طلبه باید 3 سال ادبیات بخونن، همه طلبه باید 3 سال شرح لومه بخونن، همه طلبه 4 الی 6 سال باید رسائل مکاسب و کفایه بخونن، همه طلبه بازم ادامه بدید. ببین نظام آموزشی و نظام تربیتی که شما برای این طلبه طراحی کردید همش رو به مسیر اجتهاد داره میکشونه و البته هیچ کم نمیرسه به اون ته قضیه. اجتهادو گذاشتید توی قله کاف که هیچ کم بهش نمیرسه، ولی بالاخره همه رو گرفتار شهوت اجتهاد کردید. یک کاری کردید که طلبه احساس میکنه تنها ارزش در این حوزه مجتهد شدنه.